شروعه. این مسیری که اثر استخ آموده میایم اینجا میخوره چاره‌ای. بعد نگاه کن یه را این ور میره، یه را میره این ور میره، یه را میره این ور دیگه. بیا این مسیر ما تا میسپریم به آقای مغنی، سرمغنی. این مسیر بدون میله است. یه دونه میله داره اون میله ما جایی که تمیز کردیم درسته؟ آره اینجا تمیز کردیم همه جلو. خب بازم آقای کاری داره. خیلی کورا تنگ کنده. کورا تنگ کنده. این دیگه رسیدیم به این سنگچیل. این دیگه سنگچیل داریم ما که اگر خدای نکرده یک سنگ بیای جلو دیگه رفتیم دیگه همین جا ما آخر. اول آخر جا ما همینه. فقط این سیر مانه که تو سنگای تختی اینا را کجا بیارده بیده اینا؟ من نمیتونم بیام. بیا جلو بیا دیگه. بس چی نماسی؟ انتهای فرمایشی تا اینجا میاریم. ای با چی بیده؟ ببین این یک دانه میله داره که به این پشت، یعنی اینم جای خطرناکیه. این سنگچیله ببین تای کوره تقریبا 70-80 متر دیگه داره ما. همین سنگچیله داره ما، یعنی تا بخوریم ما به انتهای او کوره خوب بخوریم دیگه. این مسیر اینجوری خطرناک و نمیده تنگ و اگر یک سنگریز از هم جا بیجا بشه دیگه جای اول آخر ما همینه دیگه نمیتونه، چون میلم به او آخر نداره تا آخر. ببینی ارتفاع هم دریزی هم احتمال داره که 100 متر 80 متر همیته طولی بشه. یعنی این تونلا یعنی اینجوری زده. اینجا هم ببین دیگه میله نداره، همون طول 70-80 متر راهی که ما مسیری که داریم اینجا یک میله ما داریم، یعنی این هم این پشته. این هم بسته باید وا کنیم جاییه که یعنی اگر از اینجا دبل ما از بد بخوره به این دیوار بخوره کل چپه میشه دیگه، راه ورود چیز ما بسته میشه. این مسیر نه که عمال بیامادیم بیدید تقریبا عمال 30-40 متر همی مسیر مانه دیگه. یعنی این کارا ما این کارا خطرناک هم هسته. برای فردا که کارم بشه میگه شما چی کار کردیم. یعنی این کارا مانه. ببین ما ایت جای میرین که واقعا دیگه ما با جون خود بزین میکنیم. این سنگ اگر یکی بخزید دیگه میمونه، چون راه برگشت هم دیگه نداریم. سنگ یک کنار ببین با بالا هم سنگ چسبیده، به بغل هم کل سنگ، راه با بالا هم نداریم ما. یعنی این حق کارگر، اگه حق کارگر یعنی کسی ضایع کنه کسی بخوره خدا ازی باید بپرسه. خدا میپرسم هم ازش، یعنی حق کارگر نباید ضایع شی. به این زحمت به این بدبختی با این ریش سفید ما کار میکنیم اینجا، زحمت میکشیم، لقمه نون حلال ما این دریاریم زن بچه خو. بریم دیگه بریم تمام. آره این یکی بوده. 4 تا هم همین جوریه. 4 تا هم ما فیلم میگیریم. 4 تا کانال داریم اینجا که مسیر آبمونه همینه. خب بریم الان بریم دیگه شروع کنیم.